پرونده‌ای که برای پژمان جمشیدی در حال حاضر توی دادگاه تشکیل شده، پژمان جمشیدی با توجه به اسناد و مدارکی که توی پرونده وجود داره متهمه، نه مجرم، متهم به تجاوز. وثیقه‌ای که براش بریدن اول 2 میلیارد بوده چند ماه پیش که بعد از اون تبدیل شده قرار بازداشت و بعد از اونجوری که من شنیدم 50 میلیارد تومان برای پژمان جمشیدی وثیقه بریدن. دیشب هولوش ساعت 2 بامداد اصطلاحاً پژمان جمشیدی ایران رو به مقصد ترکیه ترک کرد، همراه با یک خانومی که همراه ایشون بود توی سی آی پی فرودگاه امام پیاده میشن. اون خانم هم نشون به اونشون که با تاکسی برمیگرده و پژمان جمشیدی میره ترکیه. رسانه‌های داخل ایران خبر زدن، حالا ارزش و جاهای دیگه، که برای رتق و فتح کردن یه سری کارهای اداری پژمان جمشیدی رفته ترکیه، که البته این خنده داره. مثلا چه کار اداری پژمان جمشیدی تو ترکیه داشته باشه؟ پژمان جمشیدی از ترکیه قراره بره قبرس و اونجا با توجه به اینکه ملک و املاک زیادی داره اقامت قبرسش رو بگیره و به احتمال زیاد قبرس رو به مقصد یکی از کشورهای اروپایی که اول اسمش اسپانیا است، حالا من نمیتونم بهتون بگم، ترک خواهد کرد. بهترین فرصت همین است تا وقتی که ممنوع خروج نشده ایران رو ترک بکنه و از ایران خارج بشه. شاید هم برای همیشه، معلوم نیست. اگر دادگاه حکم سنگینی رو برای پژمان جمشیدی ببره، مخصوصا اینکه اگر مثلا تجاوز هم باشه، شما به این قضیه فکر بکنید که این قوانین توی کشورهای اروپایی و حتی آمریکایی هم لازم الاجرا هستش و اگر این جرم پژمان جمشیدی ثابت بشه، میتونن با پرونده اینترپل پژمان جمشیدی رو برگردونن ایران. گزینه فرار به نظر من خیلی گزینه کمرنگیه، حالا با توجه به اینکه خیلی اومدن و توی این قضیه صحبت کردن که آره برای پژمان جمشیدی پاپوش درست کردن، چهره رو نباید مترو معیار قرار بدیم. آره میگم آقا اصلا رفته لاکار، اصلا سر قضیه پرونده شنفای رفته لاکار، ولی بوده آقا یه چیزی هم بوده رفته لاکار، ولی یه چیزی بوده که رفته لاکار. اینقدر ساده و اینقدر بت پرستی گونه به موضوعات نگاه نکنید. من فکر کنم پژمان جمشیدی فرار کرده باشه، به نظر من محتمل نیست، ولی پژمان جمشیدی تصمیم اولانه گرفته بود فعلا برام مدتی از ایران بیرون، آب از آسیا بیفته، یکم فضا آرومتر بشه، پرونده درست بشه، تهش هم مطمئن باشید اون دختره پول میگیره رضایت میده، این قضیه جمع میشه. ولی خب این ممنوع کاری پژمان جمشیدی 2 سال ادامه خواهد داشت. آقا 2 سال بذارم از ایران بیرون، یکم فضا حال احوالم خوب بشه.